سلام، من ساجده هستم. این اولین ویدیو کانال یوتیوب من هست. من قراره توی این کانال راجع به دغدغه‌ها و مسائل حرفه روانشناسی و روانشناسان صحبت کنم. توی این ویدیو قراره درباره مسیر روانشناس شدن صحبت کنیم. آیا تو هم دوست داری روانشناس بشی؟ من چند مورد رو بهت میگم که میتونی بهشون فکر کنی و از زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه کنی. قبل از هر چیز این 4 کلمه رو توی ذهنت از هم جدا کن. دارنده مدرک روانشناسی، روانشناس، مشاور و درمانگر. این 4 تا از نظر مفهومی خیلی با هم همپوشی دارن، اما تفاوت‌هایی هم با هم دارن که دونستنشون مهمه. اول اینکه هر روانشناسی دارای مدرک روانشناسیه، اما هر فردی که مدرک روانشناسی داره لزوماً روانشناس نیست. ما توی دوران دبیرستان توی درس منطق این رو میخوندیم که به طور مثال همه معلم ها انسان هستند، اما همه انسان ها معلم نیستند. یعنی تفاوت تا این حد میتونه باشه. از طرف دیگه ما برای روانشناس شدن معیارها و استانداردهایی داریم که کسب مدرک فقط یکی از اون معیارهاست. من توی این ویدیو خیلی خلاصه درباره مسیر روانشناس شدن توضیح میدم و توی پارت بعدی این ویدیو در مورد تفاوت مشاور و درمانگر و فعالیت‌هایی که هر کدوم انجام میدن صحبت میکنم. خب حالا ببینیم برای روانشناس شدن چی کار باید کرد. برای شروع من یه بار دیگه تاکید کنم که کسب مدرک فقط 10% یا در حالت خوشبینانه 20% از این مسیر رو تشکیل میده. هرچند کسب مدرک برای فردی که تلاش کرده، شوق و انگیزه یادگیری داشته خیلی ارزشمنده، اما کافی نیست و مرحله ابتدایی این مسیر هست. در ادامه ما باید یه سری مهارت‌های پایه‌ای کسب کنیم. مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های شناختی، مهارت‌های رفتاری که هر کدوم از اینها شامل 10 خورده مهارت دیگه هم میشه. و هر فردی متناسب با جهتگیری حرفه‌ایش باید بعضی از این مهارت‌ها رو بیشتر تقویت کنه و براشون وقت بذاره. توی مرحله بعد ما باید به دنبال کسب دانش باشیم. دانش تخصصی و دانش بروز. کسب دانش یه بخشی از کاره، مسلط شدن به دانش یه بخش دیگه. و در واقع مسلط شدن به دانش تخصصی خودش یه پروسه است، یه پروسه پیچیده که یه سری پیش نیازها داره. قبل از اینها ما باید متدولوژی تفکر بلد باشیم. باید تفکر علمی رو بشناسیم. بعد ببینیم کدوم بخش از دانش روانشناسی متناسب با نیازها و اهداف و برنامه‌های ما هست که بریم و توی همون زمینه عمیق بشیم. چون دانش روانشناسی اونقدر گسترده است، اونقدر وسیعه که نمیشه به همه جنبه‌هاش دسترسی پیدا کرد یا توی همه حوزه‌هاش عمیق شد. باید حتما یه حوزه خاص رو برای عمیق شدن انتخاب کرد. خب تا اینجا تو مدرک داری، مهارت‌های پایه رو هم کسب کردی و حتی مهارت‌های پیشرفته تر. به دانش تخصصی هم مسلط شدی. همه اینها خیلی خوبه و دستاوردهای کوچیکی نیستن، بسیار تحسین برانگیزه. اما آیا تو روانشناس شدی؟ هنوز نه. برای روانشناس شدن تو باید به مرحله کامپتنسی برسی. و کامپتنسی به قول دکتر لادن فتا یعنی ترکیب پیچیده اسکیلز و نالج به شکلی که بتونی این دو رو همزمان با هم به کار بگیری و توی رفتارت نمود پیدا کنه. برای رسیدن به کامپتنسی تو باید روی ویژگی‌های شخصیتی خودت کار کنی. در واقع باید روی رشد شخصیت خودت کار کنی. و از نظر رشد شخصیتی 2 یا 3 لول از سطح افراد معمولی جامعه بالاتر بری
و این تمایز بارز باشه برای اطرافیان و برای هر کسی که تو رو میبینه. بدون کار کردن روی ویژگی‌های شخصیتی تو نمیتونی به کامپتنسی برسی. و اینکه این ویژگی‌های شخصیتی چی هستند خودش یه داستان جداگانه است که این در واقع هر کدوم از این مواردی که من دارم بهش اینجا میپردازم، دانش تخصصی، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، ساعت‌ها میشه در مورد هر کدوم حرف زد و توضیحاتی رو داد. خب مسیر آسون نیست. مسیر اصلاً آسون نیست. اینجا من بازم یاد حرف دکتر فتا میافتم که میگفتند اسکیلز سقف داره ولی کامپتنسی سقف نداره. تو وقتی یک مهارت رو به دست میاری به یه حد مشخصی که رسیدی ما میتونیم بگیم خب کافیه، خوبه، قابل قبوله. اما کامپتنسی اینطور نیست. مرحله اول رو که طی کردی بعد و بعدتر رو هم در پیش داری. در واقع برای روانشناس شدن تو باید یک یادگیرنده مادام العمر باشی. حالا فکر کن که آیا مشتاق هستی توی این مسیر پا بذاری یا نه؟ این معیارهایی که من اینجا در موردشون صحبت کردم همیشه توی حرفه ما وجود داشته. اگر در گذشته اینها رو فراموش کردیم، نادیده گرفتیم یا کاملا شفاف سازی نکردیم و صحبت نکردیم، خوشحالم که هرچند خیلی کند و آهسته داریم یه سری تغییراتی رو رقم میزنیم، داریم برمیگردیم به معیارها و اصول حرفه‌ای خودمون. ممنونم که با من همراه بودید.